شاید باورت نشه ولی اینجا یکی از خشکترین بیابون‌های جهانه، دقیقاً وسط صحرای بیپایان شینجیانگ چین. اما چیزی که شگفت انگیزه اینه که این بیابون تبدیل شده به بزرگترین مزرعه پرورش ماهی دنیا. بله درست شنیدی، بیابون و ماهی. چطور ممکنه؟ یه رازی پشت این پروژه عجیب و غریب هست. امروز قراره با هم پرده از این راز برداریم. چین کشوری که هیچ محدودیتی رو نمیشناسه، حالا هم توی شینجیانگ پروژه راه اندازی شده که دنیا رو مات و مبهوت کرده. اینجا هزاران هکتار از بیابون‌های خشک تبدیل شده به استخرهای عظیم پرورش ماهی. ماهی‌هایی مثل تیلاپیا، کپور و حتی گونه‌های صادراتی با ارزش مثل میگو. فقط تصور کن توی بیابونی که تا چند سال پیش هیچ چیزی جز شن و خاک نبود، امروز هر سال هزاران تن ماهی تولید میشه. ولی سوال مهم اینه چرا چین اومده وسط بیابون برای پرورش ماهی؟ دلیلش خیلی جالبه. چین دنبال راهیه برای تأمین غذای جمعیت عظیم خودش. از طرفی زمین‌های کشاورزی کم داره و منابع آبی هم داره محدود میشه. اینجاست که آب‌های زیرزمینی شور و بی‌استفاده بیابان‌ها وارد بازی میشن. آب‌های زیرزمینی شور بعد از تصفیه و ترکیب با تکنولوژی‌های جدید برای پرورش ماهی کاملا مناسب میشه و نتیجه یک صنعت پرسود در دل بیابون. حالا بذار تکنولوژی پشت این پروژه رو بهت نشون بدم. چین داره از سیستم‌های هوشمند کنترل کیفیت آب استفاده میکنه. سنسورهای دقیق دائما میزان اکسیژن، دما و شوری آب رو بررسی میکنن تا محیط ایدئالی برای رشد ماهی‌ها فراهم بشه. حتی با کمک هوش مصنوعی تغذیه ماهی‌ها هم بهینه‌سازی شده. هر ماهی دقیقاً به مقدار مورد نیازش غذا دریافت میکنه تا رشد سریع و سالمی داشته باشه. و البته پشت این همه تلاش یک هدف بزرگ هست: صادرات. شینجیانگ به خاطر موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده‌ای که داره میتونه به راحتی ماهی‌های پرورشی رو به کشورهایی مثل روسیه، آسیای مرکزی و حتی اروپا صادر کنه. این یعنی درآمدهای دلاری از دل بیابون. چین نه تنها غذای مردمش رو تامین میکنه بلکه بازارهای جهانی رو هم قبضه میکنه. حالا همه چیز عالی به نظر میاد، اما آیا این پروژه بدون چالش بوده؟ نه. بعضی از کارشناسان میگن که استفاده از آبهای زیرزمینی ممکنه باعث افت سطح آب و آسیب به اکوسیستم بشه. البته چین با استفاده از سیستم‌های بازیافت آب و فیلتراسیون پیشرفته تلاش میکنه آسیب‌های زیست محیطی رو به حداقل برسونه. یه جور دوئل دائمی بین توسعه و محیط زیست. اما آینده این پروژه چیه؟ چین برنامه داره این مدل پرورش آبزیان در بیابان رو به سایر مناطق خشک مثل مغولستان داخلی یا حتی کشورهای دیگه صادر کنه. شاید یه روزی حتی کشورهای خاورمیانه آفریقایی که با کم آبی دست و پنجه نرم میکنن از همین فناوری‌ها استفاده کنن تا بیابان‌هاشون رو به مراکز تولید غذا تبدیل کنن. خب دوستان، داستان ماهی‌های بیابانی چین مثل یه معجزه مدرن میمونه، ترکیبی از علم، پشتکار و جاه طلبی بی‌نهایت. حالا نوبت شماست. به نظر شما آیا این مدل میتونه آینده تامین غذای دنیا رو تغییر بده؟ نظرت رو برام تو کامنت ها بنویسید. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک یادتون نره و برای حمایت از ما حتما کانال رو سابسکرایب کنید. ما کلی داستان شگفت انگیز دیگه براتون داریم. تا فکت دیگر، بدرود.